به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. کتاب هدف حکیم، انجیل قائم آل محمد، نوشته عبدالله هاشم اباصادق. چاپ اول این کتاب در سال 2022 میلادی برابر با 1401 هجری شمسی انجام شده. این کتاب بسیار زیباست و البته بسیار هم ممنوعه. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. تقدیم به خداوندی که خدایی جز او نیست، به کسی که کل اعمال تنها باید به او تقدیم گردد. پیشگفتار کوتاهی داره که لازم میدونم برای شما بخونم. برای هزاران سال کتب و متون مقدس در شکل‌دهی جوامع، اقتصادها، فرهنگها، زبانها، ادیان، سیاستها، تمدنها و امپراتوریها نقشی محوری بازی کردند. این نصوص روایاتی حماسی ارائه دادند تا به ما در سفرهای شناخت هویتمان، کاوش افکارمان و توانا ساختن ارتباطمان با دیگران کمک کنند. از بهاگاواد گیتا گرفته تا متون مقدس سامی متعارف مثل کتاب مقدس و قرآن کریم، تا نصوص کمتر شناخته شده و دست‌نوشته‌های گنوسی که اغلب توسط مقامات مذهبی ارتدوکس به عنوان نسخه‌های آپوکریفا پنداشته می‌شوند. بشریت از طریق این متون مقدس رابطه خود با خداوند و با یکدیگر را مورد بحث، جهت‌یابی و حتی اعتراض قرار داده است. هر یک از این کتاب‌ها بدون استثنا بعد از مرگ نویسنده‌های اصلی گردآوری و جمع‌آوری شدند. چیزی که در ابتدا به عنوان صحبت‌ها و ارتباطات شفاهی چهره به چهره و سینه به سینه آغاز شد. صحبت‌هایی که مربوط به محتوای اتفاقاتی که در آنجا افتاده و تأثیر گرفته از فرهنگ و خلق و خوی گوینده بود و ریشه در روابط درونزاد و ساختار یافته داشت. ناگهان به شکل کلمات و واژگانی جامد، ثابت و مجزا در آمده است. کلماتی که از محتوای اصلی کنده و جدا شده بودند. در نتیجه این کلمات و واژگان مجزا از بدنه و محتوای اصلی شدند و رک و پوست کنده ناقص شدند. و حتی اگر کلمات برگزیدگان خدا به صورت کلمه به کلمه ضبط شده باشد، باز هم هنوز چیزی مفقود بوده و هست. کلمه مکتوب ذاتاً در انتقال کامل معنا و محتوا ناقص است. سوالات مهمی باقی میماند. این کلمات چگونه بر زبان آورده شدند؟ آن در چه زمینه‌ای بوده است؟ چه رابطه‌ای بین طرف‌های صحبت بوده است؟ مناسبات قدرت در کار چه بوده است؟ نیت گوینده آن چه بوده و چه معنایی مد نظر او بوده که منتقل شده است؟ برای قرن‌هاست که متخصصان زبانشناسی، علم بلاغت و علم ارتباطات نشان دادند که چقدر اعمال و ژست‌های غیر کلامی ابعادی ضروری از ارتباطات و فکر هستند. که در پیشنویس این کتاب پایین این کتاب نوشته در پاورقی مکنیل این جمله رو گفته: در 1992 دست و ذهن ژست‌ها چه چیزی را در مورد فکر آشکار می‌کنند که انتشارات دانشگاه شیکاگو این کتاب رو چاپ کرده. وقتی صحبت از کتب مقدس موجود می‌شود، هیچ یک از این نوع اطلاعات در دسترس نسل‌های بعدی نیست. حتی اگر به ضبط‌های دیجیتال دسترسی داشتیم که نداریم، باز هم در معنا دادن به این کلمات محدود می‌شدیم. 3 سال زندگی در این همه‌گیری کرونا
به وضوح باید ما را از شکاف‌های تعاملات دیجیتالی کاملا آگاه کرده باشد و باعث قدردانی ما از اهمیت تعاملات اجتماعی و ارتباطات مجسم شده شود. این شکاف در ارتباط بین برگزیدگان خدا و پیروان آنان بدون شک منجر به نداشتن یقین و گیجی میان مردم شده است. شکافی که در گذر زمان افزایش یافته تا جایی که ارتباطات اصلی، نیت‌های اصلی و معناهای اصلی به طور مؤثری از بین رفتند و در بهترین حالت عمدن برای منفعت دنیایی دستکاری شدند. بسیاری از درگیری‌های چشمگیر مذهبی و جنگ‌های داخلی بین پیروان یک نسل یا نصوص مشترک تحت لفظی بوده است. از جنگ‌های یهودیان بین فریسیان و صدوقیان 93 سال قبل از میلاد تا 87 قبل از میلاد گرفته تا نبرد کربلا بین امویان و خانواده امام حسین و اصحابشان در 680 میلادی تا جنگ‌های اخیر اروپایی‌ها بر سر دین یا به اصطلاح جنگ‌های اصلاحات که بعد از اصلاحات پروتستانی در سال 1517 میلادی شروع شد. هر یک از این نزاعات در اصل نبردهایی بر سر تفسیر صحیح و کلمه صریح خدا بودند. به طور کلی این نبردها بین کسانی بود که ادعای داشتن ولایت الهی خودشان را از طریق انتخابات بین شخصیت‌های دینی خود گماشته انجام می‌دادند و اقلیتی که ادعای ولایت الهی خود را از طریق وصیتی مکتوب یا تاییدی علنی که توسط پیامبر پیشین که به طور گسترده در آن زمان شناخته شده بود انجام می‌دادند. در نتیجه دگماتیسم کوته نظرانه، لیترالیسم یعنی فقط و فقط در نظر گرفتن معنای ظاهری و تحت لفظی متون به جای توجه به معنای باطنی و استعاره‌ای، بیگانه بینی و استبداد جای یک رابطه صادقانه همدلانه صمیمی با خداوند را گرفت. بنابراین بشریت با یک سری کلمات ناکامل رها شد. مقامات مذهبی ارتدوکس که عموماً خودگماشته و تحت حمایت قدرت دولت قرار دارند، در طول تاریخ سعی کردند این مشکل را از طریق استانداردسازی کتب مقدس الهی حل کنند. چه آن ماسوریت‌ها یعنی علما و کاتبان یهود باشند که در آغاز قرن 5 میلادی تلفظ تورات را استانداردسازی می‌کنند و چه آن کنستانتین باشد که در سال 325 میلادی شورای نیقیه را تشکیل داد تا کتاب مقدس را استانداردسازی کند و همه نسخه‌های خطی را که منحرف تلقی می‌شد از بین ببرد و چه آن خلیفه عثمان باشد که تمام نسخ خطی منحرف قرآن را کمتر از 20 سال پس از رحلت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌سوزاند. استانداردسازی کلام خدا به شکل جوهر سیاه روی کاغذ سفید فوایدی هم داشت. اما در کنار آن هزینه‌های سنگینی نیز در پی داشته است. قرآن می‌فرماید: ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. و اگر بر تو کتاب آسمانی نوشته شده بر کاغذ نازل می‌کردیم و آنها با دستان خود آن را لمس می‌کردند، کافران می‌گفتند این جز جادویی آشکار نیست. که در سوره انعام آیه 7 این آیه ذکر شده. در میان این موضوع بحث برانگیز کتاب هدف حکیم یا غایة الحکیم، انجیل قائم آل محمد می آید. کلمه غایت در عربی به همان معنای غایت در فارسی است.
یعنی هدف غایی و نهایی، و اینکه هدف غایی آفرینش چیست. پرسشی است که هر دین و فلسفه‌ای سعی در پاسخ به آن داشته است. این کتاب هم ادامه و هم تبیین کننده ارتباطات پیشین بین خداوند و خلقتش می باشد. منحصر به فرد بودن آن در یک ادعای پایه‌ای است که بین تمام پیامبران و فرستادگان قبلی خدا مشترک بوده است، از آدم تا نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد که سلام بر همگی ایشان. همه آنها ادعا کردند که بر اساس وصیت‌نامه ضبط شده‌ای از سلفشان توسط خداوند منسوب شدند. هر یک برای اثباتش علومی، آیات و نشانه‌هایی آوردند، یعنی وصیت از سلف خود، علم لدنی و دعوت به حاکمیت خدا. کسانی که معاصر پیامبران و فرستادگان بودند از علمی الهام می‌گرفتند که به تحولات مادی و معنوی منجر می‌شد، اما به مرور زمان کمرنگتر و کمرنگتر شد، زیرا آنان پیامبران و فرستادگان زنده و منسوب شده زمان خود را نمی‌شناختند. آن مثل داشتن یک داروخانه پر از داروها و پازدرهاست که داروساز ندارد، یا مدرسه‌ای پر از کتاب اما بدون معلم. هر کسی که هدف حکیم را می‌خواند باید این موضوع را به دقت بررسی کند. از خود بپرسید که آیا این علوم منحصراً از جانب خداست؟ این سوال بنیان و پایه‌ای است که این کتاب بر آن استوار است. هدف حکیم توسط امام مهدی و وصی ایشان یمانی احمدالحسن پشتیبانی می شود و به قلم صاحب مصر عبدالله هاشم اباصادق در آمده است، کسی که در قید حیات قابل دسترس و با ما به طور زنده در این زمان و این عصر وجود دارد. نویسنده این کتاب جانشینی الهی خود را از طریق وصیت‌نامه مکتوب آخرین خلیفه اصلی و معروف خدا حضرت محمد ابن عبدالله که در سال 570 میلادی متولد شد و در سال 632 میلادی درگذشت ادعا کردند. سندی که حداقل در 11 منبع معتبر اصلی شیعه 12 امامی موجود است. از زمان آغاز غیبت امام 12 بیش از 1100 سال پیش تاریخ ثبت نکرده است که کسی ادعای ولایت خود را از طریق وصیت‌نامه مکتوب حضرت محمد ادعا کند. تعدادی مدعی مهدی‌ها یا مسیح‌های باطل بودند، با این حال هیچ یک ادعا نکردند. خلفای موعود نام برده شده در این وصیت‌نامه و یا هر وصیت‌نامه دیگری در این امر هستند. لازم به ذکر است که این وصیت‌نامه است که حضرت محمد که سلام بر ایشان و خاندانشان باد وعده داده که بازدارنده از گمراهی می باشد. این ولایت زنده الهی اولین نکته است که این کتاب را از هر کتاب مقدس دیگری که در حال حاضر در دسترس بشریت است متمایز می کند. ما می توانیم مستقیما بدون هیچ واسطه‌ای به نویسندگان آن دسترسی داشته باشیم. می توانیم برای روشن‌تر شدن مفاهیم شرح و توضیح سوالاتی را از آنها درخواست کنیم. ما حتی می توانیم آنها را با درک فعلی خود به چالش بکشیم. بنابراین آنها می توانند منشأ الهی دانش خود را عملاً به ما نشان دهند. هدف حکیم ترکیبی از گفتگوهایی بین امام مهدی، یمانی و صاحب مصر و یاران و اصحابشان است. هم شامل گفتگو با اصحاب و یارانی است که ثابت قدم ماندند و هم شامل کسانی است که از این دعوت روی برگرداندند و دوباره به این دعوت بازگشتند و هم شامل کسانی است که از این دعوت روی برگرداندند و هنوز باز نگشتند. این کتاب یادآور و ذکری زنده است که به یاد می‌آورد درب‌های رحمت خداوند همیشه به روی هر کسی که اشتیاق و میل سوزانه به خداوند و فرستادگان خداوند داشته باشد باز است.
دومین نکته متمایز کننده این است که هدف حکیم چارچوب، زبان و گفتمانی برای احیای مکالمه گم شده در این زمانه و عصر فراهم می کند. قرآن کریم می فرماید و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء و هو العزیز الحکیم. و ما هیچ رسولی نفرستادیم مگر به زبان قومش تا برایشان تبیین کند و خداوند هر که را بخواهد گمراه می کند و هر که را بخواهد هدایت می کند و او عزیز و حکیم است. هدف حکیم هم تداوم ارتباطات پیشین خداوند با مخلوقات است و هم اصلاح تحریفات مهم و منتشر شده قبلی در ادیان و عهدهای قبلی است که به نام خدا و فرستادگانش انجام شده است. این کتاب به زبانهای این زمان نوشته شده و نویسنده اصلی آن عبدالله هاشم اباصادق صاحب مصر که اهل بیت پیشگویی کرده بودند. فردی مصری آمریکایی، شخصیتی بی حد و مرز، فرستاده دورگه و ترکیبی برای زمانهای ترکیبی است. هدف حکیم مشتمل بر 42 فصل یا درب است که با این ایده بنیانی کتاب به ویژه 7 درب اول کتاب آغاز می شود. یعنی عهدهایی که بین خداوند و انسان بسته شده است. این تأکید بر ایده داشتن عهد با خداوند از ماهیت، کارکرد و هدف نهایی خلقت ما صحبت می کند. این همان صخره است که پیوند ما با خدا بر آن استوار است. همان گونه که موسی علیه السلام در آخرین دعوت و وصیت‌نامه خود بیان می‌دارد: ای آسمان‌ها، گوش بده تا سخنم را به زبان بیاورم. بگذار زمین سخنان من را بشنود. تعلیم من مثل باران خواهد بارید و مانند شبنم بر زمین خواهد نشست. کلام من مثل قطره‌های باران بر گیاهان فرو خواهد ریخت. نام خداوند را ستایش خواهم کرد و قوم او عظمت وی را وصف خواهد نمود. خداوند همچون صخره است و اعمالش کامل و عادل. اوست خدای امین و دادگر، از گناه مبرا و با انصاف. ما می‌آموزیم که با هر عهد بزرگی که خدا با بشریت بست، عهد شکنی و به دنبال آن مجازات یا رویگردانی الهی رخ می‌داد. به عبارت دیگر، عدالت اصلاح کننده خداوند به عنوان یک اتفاق دوباره تنظیم کننده بشریت عمل می‌کند. این امر بشریت را در حالت نوعی سرگردانی هدفمند قرار می‌دهد تا به ما کمک کند ذهن و روح خود را توسعه دهیم و کلمات درست‌تر را پیدا کنیم و به هدف غایی خود برسیم. یعنی شناخت خدا از طریق شناخت عمیق همدیگر و خدمت به همدیگر. به عبارت دیگر، در پس هدف غایی ما قرار است که ما بیش از فقط یک مؤمن یا یک پیامبر یا یک فرستاده و حتی یک امام بشویم. قرار است که ما خدای در خلق بشویم. در نهایت این پروسه نه فقط به معنای واقعی و ظاهری کلمه، بلکه در آفرینش داستان‌های همدلانه و دنبال کردن عالی‌ترین مسیرهای عشق مشترک، دست و دل باز بودن و معناسازی به کلمات ختم می‌شود. بنابراین زندگی ما پروسه حرکت از کلمات ناکامل به سمت کلمات کاملتر است. اگر خدا کاتب قصه کل خلق باشد، او بشریت را دعوت می‌کند تا در این طرح بزرگ کاتب، همکار و همطراح او باشند. در ادامه مباحث شناخت کالبدهای سماوی، تناسخ ارواح، انتقال روح و خانواده روحی مطرح می‌شود. این موضوعات منعکس کننده نگاه رو به ترقی و رو به بالا و نگاه به درون و باطن خویش در هر فردی نسبت به کالبدهای سماوی است. در زمانی که از خود می‌پرسند چه کسی هستند و حقیقتاً از کجا آمدند و جایگاه و مکان واقعی آنان کجاست
و هدف وجودی آنان در این عالم وسیع چه چیزی است. همانطور که هدف حکیم نشان می‌دهد، ما به وضوح می‌بینیم که این الگوی کیهانی که در پی شکسته شدن هر یک از عهدها وجود دارد و به دنبال آن یک فرایند شفابخش اصلاح کننده آشکار می‌شود. به آدم علیه السلام تنها اسماء همه چیز به معنای سطحی آن تعلیم داده نشد، بلکه او خبر از هویت حقیقی ارواح، رجعت‌ها و تناسخ‌های ما داشت. توضیح دادن و بیان کردن معنای رجعت یکی از نشانه‌های اصلی شناخت صاحب ولایت و سلطه الهی است. علاوه بر این، معنای واقعی درخت دانش را یاد خواهیم گرفت و همچنین عواقب خوردن میوه ممنوعه، دلیل اخراج آدم و حوا از باغ عدن، مسیر بازگشت و موقعیت و مکان حقیقی باغ عدن را می‌آموزیم. مکانی درست همینجا روی زمین. بسیاری از استعاره‌ها و نمادهای مبهم متون مقدس گذشته در جاهای مختلف کتاب روشن شده‌اند، به طوری که این منجر به روایت منسجم‌تری می‌شود، به طوری که نقاط را در میان متون مقدس غیر متجانس قبلی به هم وصل می‌کند. این تحقق و تعویل این آیه است، اگرچه به صورت تمثیلی و پر استعاره صحبت می‌کردم. زمانی فرا می‌رسد که دیگر از این زمان استفاده نخواهم کرد، بلکه صریحاً و آشکارا درباره پدرم به شما خواهم گفت. کتاب مقدس انجیل یوحنا اصحاح 25-16. این نمادشناسی یا علم نشانه‌ها یکی دیگر از ویژگی‌های متمایز این کتاب است. ما در میابیم که چگونه هر یک از فرستادگان عهد در قضاوت اشتباهاتی مرتکب شدند که خداوند از آنها برای آشکار کردن ظرایف بیشتر رشد معنویمان و مسیرمان به سوی کامل کردن رابطه خود با خدا استفاده کرد. به عنوان مثال، در عهد نوحی معنای واقعی کوه را می‌آموزیم که یکی از پسرانش به آن پناه می‌برد. مدعی دروغین علم الهی، عالم بی‌عمل. یاد می‌گیریم که نوح علیه السلام با وجود 1000 صبر و شکیبایی وظیفه شناسانه و تأخیرها در طوفان موعود هرگز نباید از خداوند درخواست طوفان را می‌کرد. بعد از این دیگر زمین را به خاطر انسان لعنت نخواهم کرد، زیرا خیال دل انسان حتی از زمان کودکی بد است. این گذار از عهد به عهد نیز روند تکاملی را همچنان که بشریت در مراحل مختلف رشد که حرکت می‌کند نشان می‌دهد. 1 ایمان، 2 پیامبری یا نبوت، 3 فرستاده یا رسول الهی بودن، 4 امام و در نهایت 5 خدای در خلق. ما در سراسر کتاب می‌آموزیم که تبدیل شدن به خدای در خلق به معنای آشکار کردن ویژگی‌ها و خصیصه‌های الهی و انعکاس نور نامتناهی خداست، تا زمانی که کمتر و کمتر مانع یعنی نفس وجود داشته باشد. این در درب‌های مربوط به ماهیت واقعیت درب 14، نور و تاریکی درب 15 و نفس بشر یا ایگو درب 16 توضیح داده شده است. ما در مورد نیروهای کیهانی غیبی که بر زندگی ما تأثیر می‌گذارند، مانند نقش و عملکرد فرشتگان مقرب، جن، مرگ، واقعیت بهشت و جهنم، منشأ شر، حیات فرازمینی و موجودات فضایی می‌آموزیم. این کتاب به موضوعات برجسته می‌پردازد تا به ما کمک کند ظرفیت‌های گنوسی یا عرفانی معنوی مربوط به دانش و معرفت سری و عملکردهای شناختی عالی‌تر مانند واقعیت رویاها، رویای شفاف، خاطرات زندگی گذشته و سایر جنبه‌های ذهن‌آگاهی و خوش‌شکوفایی کامل را بهتر درک کنیم. این موضوعات در مجموع به ما کمک می‌کنند تا زمینه کیهانی وجودمان را بهتر درک کنیم. مانند تمام پیامبران و فرستادگان پیشین که مأموریت داده شدند، شخصیت و اخلاق انسانی را به حد کمال برسانند. درب 28 دربی در معرفت اخلاق و آداب است.
این درب برای بشریت راهنمودهای عملی تحت عهد هفتم ارائه می‌دهد. همچنان که دانش و روابط انسانی از عهدی به عهد دیگر عمیق‌تر شدند، بشریت به هدف نهایی و غایی خودش نزدیکتر و نزدیکتر شد. هدف حکیم به عنوان دعوتنامه الهی به عهد هفتم کاملترین و آخرین عهد با بشریت عمل می‌کند. عهد هفتم مانند 6 عهد قبلی مبتنی بر جغرافیا، زبان‌های مختلف هر منطقه و رسم و رسوم‌ها نیست. این عهدی عالمگیر با ارواح است. و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. و از تو ای محمد درباره روح میپرسند، بگو روح از امر پروردگار من است و به مردم جز اندکی علم داده نشده است. پاسخ به این پرسش اساسی که از 1400 سال پیش بی پاسخ بود، اکنون در هدف حکیم آمده است. آیا این کتاب آخرین کلمه یا کلمات کامل خداوند مطلق است؟ مطلقاً خیر. زیرا شناخت خداوند پیوسته نامتناهی و فراتر از کلمات متناهی است. هیچ کتاب مقدسی چه با جوهر سیاه روی کاغذ سفید و چه با فونت‌های الکترونیکی روی اسکرین هرگز نمی‌تواند نهایی باشد. هدف حکیم ارائه دهنده یک تجدید اصیل الهی است. آغازی جدید که 25 حرف باقی مانده از علم را آشکار می‌کند تا بشریت بتواند به اکمال معرفت به خدا ادامه دهد و رابطه صمیمانه‌تری با خدا و مخلوقاتش برقرار کند. هدف حکیم انجیلی برای دوران آخرالزمانی است که شفافیت و اعتبار بیشتری را برای درک جمعی ما از آسمان‌ها و زمین به ارمغان می‌آورد. پیام نهایی آن پیام رستگاری ریشه‌ای و رادیکال است. در واقع بشریت مقدر است که هدف نهایی خود را برآورده کند. ترمیم جهان از طریق آشتی با منبع مطلق همه، از طریق شناخت پادشاه فیلسوف هر عصر و تحقیق جمهوری افلاطون، یعنی دولت عدل الهی. آریا راسپر، پروفسور آموزش و زبانشناسی دانشگاه ایلینویز شیکاگو. اما من در مورد فهرست این کتاب برای شما میخونم. دربها، پیشگفتار. دربها: 1. در معرفت عهد اول با آدم. 2. در معرفت عهد دوم با نوح. 3. در معرفت عهد سوم با ابراهیم. 4. در معرفت عهد چهارم با موسی. 5. در معرفت عهد پنجم با عیسی. 6. در معرفت عهد ششم با محمد. و 7. در معرفت عهد هفتم با احمدالحسن. 8. در معرفت اجرام آسمانی. 9. در معرفت تناسخ ارواح. 10. در معرفت انتقال روح. 11. در معرفت خانواده در عالم ارواح. 12. در معرفت حقیقت مصلوب شدن عیسی مسیح. 13. در معرفت رستاخیز عیسی مسیح. 14. در معرفت چیستی واقعیت. 15. در معرفت نور و تاریکی. 16. در معرفت نفس بشر. 17. در معرفت فرشتگان مقرب. 18. در معرفت جن. 19. در معرفت مرگ. 20. در معرفت بهشت و جهنم. 21. در معرفت منشأ شر. 22. در معرفت کارما. 23. در معرفت حقیقت حافظه. 24. در معرفت رویاها و افکار و خیالات. 25. در معرفت حیات فرازمینی و موجودات فضایی. 26. در معرفت مسخ و شگفتی‌های عالم حیوانات. 27. در معرفت کلمات ناکامل. 28. در معرفت اخلاق. 29. در معرفت تحریف قرآن. 30. در معرفت رخدادهای قیام. 31. در معرفت سالهای گم شده عیسی مسیح. 32. در معرفت مسیح دجال و با پومد.
33 در معرفت دولت عدل الهی، 34 در معرفت قائم، 35 در معرفت یمانی، 36 در معرفت امام مهدی سلام بر ایشان، 37 در معرفت داستان 40 مرد، 38 در معرفت امتحانات، 39 در معرفت مصر، 40 شهادتنامه ابا صادق و سپاسگزاری و قدردانی و درباره دین و منابع. لطفاً با من همراه باشید که از درب امام مهدی من برای شما این کتاب رو بخونم. لازم بود که حتما پیشگفتار این کتاب رو برای شما بخونم، چون که اگر پیشگفتار رو نمیخوندم متوجه کلیات این کتاب نمیشدید. لطفاً با من همراه باشید تا چند دقیقه دیگه که از وایس مانده برای شما ذره‌ای از این کتاب رو باز کنم. اما درب 36 در معرفت امام مهدی که سلام بر ایشان و خاندانشان باد و بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن باشید باقی مانده خدا بقیت الله برای شما بهتر است. امام 12 امام غایب بقیت الله صاحب عصر و زمان، اینها بعضی از چند لقب پدر بزرگ من محمد ابن الحسن عسکری که سلام بر ایشان و خاندانشان است، امام مهدی سلام بر ایشان و خاندانشان در 15 شعبان سال 869 میلادی متولد شد و از آن زمان تا کنون زنده است. او به دلیل توطئه فرزندان ابلیس برای کشتن او به غیبت رفت. در قرآن کریم از او به عنوان آخرین جزء باقی مانده خداوند یاد شده است. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن باشید باقی مانده خدا بقیت الله برای شما بهتر است. امام مهدی تناسخ حضرت محمد که سلام بر ایشان باد هستند و همانطور که قبلا در کتاب ذکر شد، پس از اینکه پیامبر به درجه 2 کمان یا نزدیکتر قاب قوسین او ادنا رسید، خداوند در خلقت شد. امروز او در تصویر مردی در میانه 30 سالگی با موهای قهوه‌ای و چشمان سبز و ریش و سبیل پرپشت ظاهر می شود. دست و بازوانش موهای زیادی دارند. او بسیار جوانتر از امام احمد الحسن به نظر می رسد. چرا امام مهدی در این زمان ظهور کرده است؟ روزی امام احمد حسن از ایشان به من فرمود. یک روز شخصی بدون اینکه بدانم کیستم به من گفت اگر 10 یا 15 سال پیش کسی به من می گفت که امام مهدی ظهور کرده است هرگز باور نمی کردم. اما اکنون نه تنها باور می کنم بلکه من مطمئن هستم که او ظهور کرده است. گفتم سبحان الله. امام فرمود. از او پرسیدم حاجی چرا چنین میگویی؟ و او در پاسخ گفت به خاطر آنچه از مردم مسلمان و مؤمن دیدند. گفتم چه کسی را دیده ای؟ آن مرد پاسخ داد گروهی به نام اصحاب پرچم‌های سیاه مشرقی. آنها اتاقی در پالتاک دارند. آنها حاضرند برای پیروزی و یاری دادن به امام مهدی دست به هر کاری بزنند. با خود گفتم اگر امام مهدی ظهور نکند پس به خدا سوگند کوتاهی از او بوده است. او منظورش از او سرور پدرمان بود. گفتم وای سبحان الله. امام از ایشان فرمود. به او گفتم راست گفتی ای حاجی. آن پایان آنچه که اتفاق افتاده بود. گفتم الله اکبر الله اکبر الله اکبر. امام فرمود و من به تو میگویم پسرم به خدا سوگند به خدا سوگند به خدا سوگند و این سوگند بزرگ و سنگینی است. اگر 10,000 سال پیش فقط 100 نفر مثل شماها بر روی زمین حضور داشتند، آدم علیه السلام توسط خداوند بر روی زمین تمکین داده میشد. او آن را با عدالت و انصاف پر می‌نمود. ابلیس در آن هیچ قدرتی نمی داشت. گفتم اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما الله اکبر. امام فرمود و امروز شما اینجا هستید. پس به خدا و عظمت او سوگند یقینا دولت ما به دستان شما و قلب‌های پاک مؤمن شما که هیچ حد و مرزی ندارد استوار خواهد شد.
امام مهدی به دلیل اندک بودن مؤمنان غایب بودند، اما اکنون به دلیل وجود مؤمنان واقعی بر امام مهدی واجب گشت که ظهور کند. مسلمانان قبلا گمان می‌کردند که آنان منتظر امام مهدی هستند. در واقع این امام مهدی بود که منتظر ما بود. در احادیث و روایات آمده است که اگر امام فقط 313 مؤمن واقعی داشته باشد ظهور خواهد داشت. این بدان معناست که قبل از ظهور او و حتی در قسمت اعظم پس از ظهور او 1.9 میلیارد مسلمان روی کره زمین به اندازه کافی مؤمن نیستند یا در دین و ایمان آنها اشکالی وجود دارد. ارتباطات اولیه امام مهدی با من. روزی امام احمد حسن نامه ای را از جدم امام مهدی محمد بن الحسن به من رساند. سلام و رحمت و برکت خدا بر تو. همانطور که من منتظر پسرم احمد بودم، در طول این سالهای طولانی منتظر تو بودم تا اینکه صبر از صبر من خسته گشت و اکنون تو اینجا هستی و تمامی شکر برای خدا می باشد که در دین خدا برکت یافته‌ای و مردانی را که به خدا سوگند از بهترین مردان هستند رهبری می کنی. در راه خدا سخت بکوش و خسته نشو که همانا خداوند میشنود و میبیند. و سلام و رحمت و برکت خدا بر تو امام مهدی محمد بن الحسن العسکری. اصحابم و من خانه و اموال خود را فروختیم و تمام مال دنیا را به امام احمد حسن و امام مهدی واگذار کردیم تا به این امر کمک کنیم. در آن زمان ما به وضعیت خود و اینکه چه اتفاقی برایمان میافتد اهمیتی نمیدادیم. ما فقط میخواستیم به هر طریق، شکل یا نحوی در پایه‌گذاری یک دولت عدل الهی شرکت و به هدایت مردم به سوی حقیقت کمک کنیم. امام از ابتدا قبول نکرده و فرمود قلبم راضی نمی شود که قبول کنم خانه‌ات را بفروشی. پسرم به کجا خواهی رفت؟ من از پذیرش امتناع او خودداری کردم. اصرار کردم که خانه‌ام را بفروشم و به او فشار آوردم که بپذیرد تا اینکه بالاخره قبول کرد. پس از آن بسیاری از برادران و خواهرانم می‌خواستند همین کار را انجام دهند و در مسیر من به سوی دولت عدل الهی به من بپیوندند. درخواست آنها را برای امام مطرح کردم و او به من فرمود این امر نیاز به اجازه سرور و پدرم دارد. پس از چند روز به امام عرض کردم آیا از امام مهدی در مورد آنچه من پرسیدم امری شنیدی؟ امام فرمود بله پسرم. گفتم آن چیست پدرم؟ امام فرمود سرور و پدر این را فرمود هر که می‌خواهد این کار را بکند و به پسرمان عبدالله بپیوندد پس به او خوش آمد میگوییم. بسیاری از مردم شروع به مشارکت در این امر کردند. جاوید الغنی بالله، وقار شاه، قدیر شاه و دیگران از بریتانیا از جمله اولین کسانی بودند که پیروزی و یاری دادند. نور فاطمه اولین کسی از ایرلند بود که با هر چه داشت پیروزی و یاری داد. دکتر علی الغریفی و همسرش اولیا از سوئد ماشین و خانه خود را فروختند و همه چیز را به دعوت دادند. رمی ویلیه هرچه داشت تقدیم کرد. محمد حسام هم هرچه داشت و قول داد ماشینش را هم بفروشد. همه این اخبار را نزد امام بردم و ایشان به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند. من گفتم و نور از شما درخواست می کنم که او را دعا کنی و از کوتاهی او در حق شما بگذری. امام فرمود باشد که خداوند به این زن در فرزندانش خیر عطا کند و هر یک از گناهانش را با 10 عمل نیک مبادله کند. من از خدا می خواهم که او را از رفتن به بهشت منع نکند و باشد که در کنار صالحان قرار گیرد. گفتم تمام شکر مخصوص خداست. امام فرمود این فضل ابتدا به خدا باز می گردد و بعد از آن به تو برمی گردد پسرم. گفتم اگر به خاطر شما نبود من گمراه شده بودم. امام فرمود خداوند به تو خیر عطا کند پسرم. حاشا که تو اصلا گمراه گردی در حالی که فرزند احمد و محمد هستی. گفتم منال حلال و خواهران و برادرانش هم هستند که میخواهند اموال خود را در لبنان وقف کنند و در حال فروش آپارتمان و اساسیه خود هستند.
امام فرمود اگر آن مؤمنان در سال 1999 حضور داشتند، ما در حال حاضر بیش از 1 دهه بود که در دولت عدل الهی زندگی می کردیم. گفتم پدرم، ایمان مصری ها و غیر عرب ها و عشق آنها به تو عظیم است. امام شروع به گریه کرد و فرمود اشکهایم از شدت خوشحالی بر گونه هایم جاری هستند. به خدا سوگند سرم را در برابر هر امامی از آل محمد و فرشتگان خدا و همه رسولانش بلند و من را مفتخر کردی. عذرخواهی می کنم چون اشکهایم مدام سرازیر می شوند و نمی توانم تمرکز کنم. من را ببخش پسرم، من به نزد تو باز خواهم گشت. نمی توانم خودم را کنترل کنم. سلام و رحمت خدا بر تو باد. امام رفت و پس از مدتی بازگشت و از اینکه چنین رفت عذرخواهی کرد. من به او گفتم فقط از خدا می خواهم که از ما راضی باشی پدرم. امام فرمود به خدا سوگند خداوند از همگی شما راضی و خوشنود است. گفتم من شما یار و یاور شما هستم و همیشه در کنار شما خواهم بود. و زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا و ممنوعه رو برای شما بخونم. لطفاً سرچ کنید و این کتاب رو بدون سانسور پیدا کنید و تا انتها بخونید که متوجه خیلی خیلی از مسائل خواهید شد. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.